سخت‌ترین امتحان پیامبران چی بود که امروز ما تحمل کوچکترین عذاب نداریم؟ اگر ازت بپرسن که سخت‌ترین امتحان یک پیامبر چی بود، شاید نام حضرت نوح علیه السلام یا حضرت یعقوب علیه السلام یا حضرت ایوب علیه السلام در ذهنت بیاید. اما دردناکترین امتحان‌های تاریخ امتحانی بود که قلب یک پدر شکست. سخت‌ترین امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی بود که در خواب می‌بینه که خداوند برش فرمان میده که فرزند عزیزش، یعنی همان حضرت اسماعیل علیه السلام، قربانی کنه. تصور کن پدری که سالها برای داشتن فرزند صبر کرده بود، اما امروز باید اون فرزند به فرمان خدا قربانی کنه. که حضرت اسماعیل برش میگه ای پدر، با آنچه مأمور شده انجام بده، حالا خدا خواسته، اگر خدا بخواد مرا از جمع صابران خواهی یافت. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام آماده فرمان شد، خداوند ندا داد که ای ابراهیم، تو رویا را به خوبی به تحقق بخشیدی. سپس به جای حضرت اسماعیل قوچی فرستاد و قربانی شد. گاهی سخت‌ترین امتحان‌های زندگی مقدمه بزرگترین رحمت‌های خداست. اگر امروز در امتحانی قرار داری، شاید خداوند به جایگاه بزرگتری تو را آماده میکنه. پس صبر کن و به او توکل داشته باش. سلام علیکم.